و حضرت سعدی را خدا رحمت کنند میگه در همه جهان اگر سری نیشتر است، اینمی دنیا اگر همه گوییم که یگان خانه نباشد، دنیا گوییم یک زمین راست هموار باشد و در یک گوشه همین یک میخی راست باشد، یک سوزنی راست، در همین قدر دنیایی که گوییم هیچ حد و کنار ندارد، یک سوزن در یک اطراف راست کردگی باشد، گوییم یک خار در همون زمین باشد، در همه جهان اگر سری نیشتر است، در پای کسی خلق که درویشتر است. همون خار در پای یک آدم کمبغل میزند. میگن میزان که با همه راستی دارد، میلش طرفی بود که وزنین تر است. حتی همین ترازو را بین میگن، همین ترازو هم میگه یک چیزی حقیقت است، لیکن همیشه بارش میگه به طرف اون وزنینی میرود. حضرت گفتن برچی است؟ و فذکرونی اذکرکم و با ادعونی استجب لکم. فضیلت آدم از همین بوده است. این در این آیت هایی که در سوره بقره، فذکرونی اذکرکم در سوره بقره است و ادعونی استجب لکم در سوره غافر است. خداوند چی میگوید؟ یاد کنید مرا ای فرزند آدم، من هم یاد میکنم شما را. ای فرزند آدم، ای مخلوق من، ای بنده من، ادعونی مرا بخوان، استجب لکم مرا میابی، من دعایت را قبول میکنم. استجب لکم دعایت را من قبول میسازم. و این ذکرتنی، حدیث قدسی است، یا ابن آدم، ای فرزند آدم، اذا ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی. فرزند آدم اگر مرا تو یاد بکنی، بگوی ای ذاتی که مملکتی تو زائل نمی شود، عزتی تو گم نمی شود، هر چی بخوای تو انجام میدهی، اگر همچنان تو مرا یاد کنی، ذکرتک فی نفسی، من هم تو را یاد میکنم. من هم میگم ای فلانی ابن فلانی گفته، من هم یادآوری تو را میکنم. و این ذکرتنی فی ملائ، خدا میگوید ای فرزند آدم اگر در جمع در بین بسیاری مرا یاد کنی، ذکرتک فی ملائ من الملائکه، نام تو را من در پیش تمام ملائکه میگیرم که فلانی ابن فلانی مرا یاد کرد. خوش به حال آن بندگانی که دعا کردن به سوی خدا دوست می‌دارند و دائم حاجت خودشان از خدای خود می‌خواهند. ما و شما باور کنین امروز کارهای دنیوی بسیاری که در ما و شما می‌افتد، فقط و فقط خیال ما و شما به سوی مخلوق خدا هست و به سوی خدا نیست. از کدام راه بیابیم تا که با فلانی مثال واصل شویم، با فلانی پیوست شویم، تا که از فلانی یک مدد بگیریم، لیکن از خدای خود ما و شما این نیاز و این حاجت ما طلب نمی کنیم. اگر ما و شما شبانه است یا روزانه است، هر ساعتی نباشد، اگر ما و شما از خدای خود دستی به دعا برداریم و طلب کنیم که پروردگارا فلان مهمات مرا حل بساز، خداوند در حال حلش می سازد، فلانی را سبب می گرداند تا که کار تو چی شود؟ حل شود. از این خاطر از همه شما طبق این حدیث، طبق این آیت های کریمه، مقصد ما چی است؟ این است که هر حاجتی که بر شما می غلطد اولا از خدای خود طلب کنید. هر مشکلاتی که در زندگی شما، در خاندان شما می افتد، شما اولا حل شدن این مشکلات از خدا طلب کنید، بعدا نزد مخلوق کش برین، انشاءالله چی است؟ حاجت شما برآورده می شود. یا ملائکه، خدا می گوید اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. ای ملائکه های من، به تحقیق من از بنده خود حیا می کنم، شرم می دارم، زیرا که وی دست دعا برداشته است و بجز من دیگر تکیه‌گاهی ندارد. بنده در اصل بجز خدای خود دیگر تکیه‌گاه نداریم. آخر اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا به حرمت فذکرونی اذکرکم، به حرمت ادعونی استجب لکم، خدایا این بندگانت در هر یک قدمی که برای ادا کردن نماز فرض تو به خانه تو آمدند، خدایا حسنات نویسانده بگردان
و جمیع گناهان این بندگانت را خدایا مغفرت بساز. پروردگارا در دل ما بندگانت، علال خصوص این مردم کولاب ما، محبت خودت، پیغمبرت، اسلامت خدایا مستحکمتر جایگیر بساز و خدایا از دایره ایمان و اسلام ما را دور نساز. خدایا روز به روز عزت مسلمان، عزت اسلام در روی دنیا بلندتر بردار و خدایا امروز مسلمان هایی که زیر شکنجه و زیر عذاب این یهودی ها قرار دارد، خدایا در این مورد اجابت دعا آنها را پروردگارا از دست این ظالمانت خلاص بگردان و خدایا آنها را در ظلم خودت، در ظلم مسلمان ها پروردگارا گرفتار بساز و روز به روز امت اسلام خدایا در روی دنیا زیادر بساز. دخترهای ما را، فرزندهای ما را پروردگارا برای راست، برای اهدنا صراط المستقیم هدایت بفرمایی و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.